مریم به دیدن احمد رفت، اما آنچه بین او و مرتضی در روزهای قبل اتفاق افتاده بود را حتی کلمه‌ای به احمد نگفت. احمد با دیدن مریم خوشحال شد. مریم بعد از کمی سکوت گفت: مادرم برای ازدواج راضی شده است، اما من دیگر نمیتوانم در خیابان و کوچه تو را ببینم. احمد با تعجب و هیجان پرسید: چه کار باید بکنم؟ مریم آرام ادامه داد: اگر در تصمیمت جدی هستی، با خانوادت به خواستگاری من بیا. احمد از خوشحالی نمیدانست چه بگوید. قلبش تون میزد. همان روز به سراغ مرتضی رفت. با ذوق گفت: میخواهم برم خواستگاری مریم. اما ناگهان سکوت سنگینی بینشان افتاد. احمد نمیدانست که مرتضی هم عاشق مریم است. مرتضی فقط نگاهش کرد. در دلش جنگی شروع شد بین عشق که پنهان کرده بود و رفاقتی که ماه‌ها ساخته بود. حالا یک انتخاب سخت جلوی مرتضی بود: عشق یا